از قعر گلی سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. سلام و درودی به پایان به کل عزیزان دل و دیده من، به همه آنهایی که دورند یا نزدیک، مسافرند یا در جستجوی رزق و روزی، به آنهایی که در راه سفرند سفر نیک خواهانم، و به آنهایی که رنجور و بستریند از خدای متعال شفای کامل و عاجل می طلبم. اینک ما باز با شماییم و برنامه نوبتی حکمت شفا در خدمت شماست. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زمان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش در دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. دوستان گرامی من، امروز که جهان و جهانیان زیر تصرف بیماری نوی گشتند، ما لازم دانستیم که این برنامه حکمت شفا را به همین مسئله بخشیم. در برنامه امروزی حکمت شفا اشتراک دارند معلمه فیروزه سیدова، طبیب، سیلشناس مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از بیماری سیل، متخصص از مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم بختیار جان کامیابوف، و احسان جان ترسونوف، کارمند اطلاعات و رابطه با جامعه همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان. و در افتتاح سخن من بسیار از احسان جان خواهش داشتم که چون احسان جان نسبت به من با ترمین های طبی شناسترند، بنابراین اگر ما رشته صحبت را به دست احسان جان دهیم، گمان میکنم این از روی عدالت می شود. طوری آگاه هستید امروز جهان و جهانیان با بیماری کرونا ویروس یا خود کووید 19 دست و پنجه نرم میکنن و شکرانه از پروردگار میکنیم که تاجیکستان در کنار مانده است و تا امروز در جمهوری ما یگان شخص گرفتار این بیماری ثبت نشده است، اما روز تا روز چاره‌های پیشگیری کننده از این بیماری پرزور کرده می شوند تا راه این بیماری به کشور ما بسته شود و اهالی از این بیماری در امان بمانند. و در این رابطه ما خواستیم با یک گروه متخصصان در موضوع بیماری کرونا ویروس و همزمان بیماری سیل درباره علاقمندی آنها، درباره فرقیت و اهمیت‌های آنها و دیگر مسائل مربوطه صحبت داشته باشیم. الان سوال نخستین منم از معلمه فیروزه سیدова در این موضوع است که چه عمومیت و فرقیت‌های بین بیماری سیل و کرونا ویروس دیده می شود؟ طور عیان است از روی نشانه ها بیماری کرونا ویروس هم برخی از نشانه های بیماری سیل را دارد. البته هر دوی این بیماری سیرایتی می باشند و باید قید کرد که هر دوی این بیماری امروز مسئله مشکلی جامعه گشتند. یعنی چخیل قید کردیم هر دوی این بیماری سیرایتی هستند و عموما در همه گونه بیماری های سیرایتی طبیب بلند مشاهده کرده می شود و مس این دو بیماری برانگیزنده این دو بیماری بیشتر به شش‌های انسان تاثیر می رسونند که و نشانه سلفه نیز در هر دو بیماری پیدا می شود. اینچنین در عکس رنگینی شش‌ها نیز در هر دو مورد بیماری در شش‌ها تغییرات های زیاد دیده می شوند. این یعنی نشانه هایی که به همدیگر مانندی دارند، ولی باید قید کرد که این دو بیماری از یکدیگر فرق کلان دارند. اول گویم
الکای ما گفتیم از جهتی برانگیزنده هاشون دیگرگون است. بیماری سیل به وجود می آورد چوبچه میکروبی سیل، این بیماری رو باشد کرونا ویروس یا اینکه کووید 19. در مورد پیدایش نشانه ها، امروز در بیماری سیل مهلت پیدایش بیماری گویم یا که مهلت نهانی پیدایش روسی قطع اینکوباسیون پریود میگویند، در بیماری سیل قریب که محدود نیست. ما الان امروز گفته میتونیم که در بیماری کرونا ویروس از تا 14 روز حاضر بعضا تجربه ها نشان دادن که تا 21 روز همین مهلت نهانی این بیماری میگذرد. اندیشه شما همچون متخصصی مرکز جمهوری تشکل طرز حیات سالم، جامعه باید کدام چاره ها رو اندیشد؟ باید از کدام عادت ها دست بکشن یا که کدام عادت های سانیتری رو رعایت کنند تا از بیماری کرونا ویروس پیشگیری کرده باشند؟ طوری که به همگان معلوم است، امروز جامعه جهانی در یک وضع ناگوار قرار دارد و وابسته به این گفتن به مورد است که برای پیشگیری نمودن بیماری های سیرایتی از جانب حکومت جمهوری تایسان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تایسان چاره‌های قطعی برآورده مانده شده است و ما را می‌باید که عادی‌ترین قاعده‌های گیگین شخصی را رعایت نماییم. گیگین شخصی که مسائل حفظ و مستحکم کردن سلامتی شخص و پیشگیری بیماری‌های سیرایتی را می‌آموزد. گیگین سراول شستن دستان با صابون، بعد از سیر و گشت کردن، بعد از نگاهبین حیوان‌های خانگی، بعد از عیادت شخصی بیمار و نگاهبین بیمار، پیش از تیار و استعمال کردن غذا حتما دستان را با صابون شستن لازم. و دوم این تازه نگاه داشتن خانه‌های استقامتی، یعنی که زود تازه کردن خانه‌ها و کورپای جایپوش‌های رخت خواب را در زیر شعاع‌های آفتاب نگاه داشتن لازم و نگذاریم که حیوان‌های خانگی به مانند سگ به درون خانه درآید و توف کردن در فرش خانه یکی از راه‌های پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی میباشد. و دیگر اینکه بهر بلند برداشتن پیشگیری نمودن از بیماری‌های سیرایتی این مستحکم نمودن ایمونیتت بدن انسان میباشد. بهر بلند برداشتن مسئولیت یعنی مشغول شدن به ورزش، آب و تاب دادن بدن و سیر و گشت در هوای تازه یعنی کوشات و استعمال نمودن غذای سالم به مانند میوه و سبزیجات ها، گوشت، تخم، ماهی، دانگی ها توصیه داده می شود. برای پیشگیری نمودن بیماری های سیرایتی سراول باید ما قاعده های گیگین شخصی خود را رعایت نماییم. معلمی عزیز، مرا یک سوال دیگر به تشویش می آورد که در همین حالتی که تمام توجه به بیماری نوی کووید 19 نگرانیده شده است، وضع با شخصان مبتلای بیماری سیل چگونه است؟ آیا برای ایمن نگاه داشتن آنها از مثلا سرایت یابی یا که جهت پیشگیری بیماری مثلا بین آنها یگان چاره ها اندیشیده شدند یا شخصانی که مثلا عین حال در تبابت قرار دارند چه چاره ها مثلا الان روی دست گرفته شدند؟ هر روز باید بیماری سیل به مؤسسه طبی آید و وایه یک روزه دارو را قبول کند. برای پیشگیری چخیل که گفتیم، برای پیشگیری وزارت تندرستی فرمان به تصویب رسانده است که برای که رفت و آمد بیماران سیل کم شود به مقدار یک ماه داروها را الکی ما به دست بیمار میدهیم و نظارت توبت را به اعضایان عائله بیمار سپرده شده است. یعنی این باعث میگردد که بیمار از خانه بسیار بیرون نبراید و برای قبول دارو به مؤسسه طبی نآید. واقعا هم من میخواستم اینجا چند دلیل برای تماشابینان ارجمند گفته باشم. یکی از اون این است که خیلی باید همین بیماری کرونا ویروس ما را
وادار سازد که توجه همان را نسبت بیماری سیل نیست بیشتر سازیم، هرچی بیشتر سازیم، زیرا که از روی آمار طور معلوم است تا امروز در جهان از بیماری کرونا ویروس نزدیک 134,000 نفر فوتیدند، در حالی که از بیماری سیل همه ساله تا 1.5 میلیون نفر می‌فوتند و این هم در حالی است که تا قریب 10 میلیون نفر دیگر از بیماری سیل سرایت می‌یابند. اگر ما یک منطقاً اگر فکر کنیم، اگر با همین راهی که با همین سرعتی که گسترش دارد بیماری کرونا ویروس تا آخر سال هم اگر مثلا گسترش هم که یابد، هرگز با شماره ففت آن با شماره ففتی که از بیماری سیل همه ساله در جهان روی می‌دهد برابر شده نمی‌تواند. و دیگر چیزی است که ما هرگز باید تمام توجه رو به کرونا ویروس روانه کرده بیماران سیل رو فراموش نکنیم، زیرا اونها خیلی هم آسیب پذیرند. تنها همین است که ما باید با واهمه داده نشویم، با اخبارهای واهمه انگیز توجه نکنیم، تنها با سرچشمه‌های معتمد، یعنی سرچشمه‌هایی که به واسطه از جانب وزارت‌های تندرستی کشورها پیشنهاد کرده می‌شوند، معلومات‌هایی که از جانب سازمان جهانی تندرستی و همزمان وزارت‌های کشورها، وزارت‌های تندرستی کشورها پیشنهاد کرده می‌شود، باید تنها به آنها تکیه کنیم و از آنها معلوماتی ضروری را برای خود دسترس نماییم. تنها همین است که بیماری کرونا ویروس خیلی زود، خیلی که معلمای عزیز گفتند، خیلی زود سرایت می‌کند و خیلی زود یعنی نتیجه مثبت و منفی خود را می‌رساند. به همین خاطر هم مردم بسیار به واهمه داده شدند، در حالی که چطوری گفتم تکرارا هم باشد میگویم که بیماری سیل ففت خیلی زیاد دارد. تنها او یعنی آهسته یعنی که او میتواند که حتی تا 10 سال در شکل نهانی در بدن انسان وجود داشته باشد، اما انسان مثلا خودش آگاه نیست یا که مثلا به چند کسی دیگر سرایت میکند تا وقتی که میفهمد از روی نشانه ها یا که از روی عکس رنگی تشخیصی طبیب میفهمد که به بیماری سیل گرفتار شده است. و موضوع دیگر این چیز است که موضوع دیگری که ما رو خیلی به تشویش انداخته است، این موضوع اجتماعی همین بیماری ها هست که طور آگاه هستیم، یعنی در تمام جهان مردم کشورها کوشش میکنن که یعنی که عدالت اجتماعی، نرخ‌ها در بازارها یعنی تا یک اندازه پایین آورده شود، تا در زمانی که برای همه دشوار است، در زمانی که همه در کنار نشینی یا خود در کرانتین خانگی قرار دارند و کار نمیبرند، نرخ‌ها پایین آورده شود تا همه توانی دریافتی مثلا خوراک روزمره‌اش رو داشته باشد. تنها در کشورهای ما این چیز حالت برعکس دارد که ما از همین چیز از مصیبت سوء استفاده کرده نرخ‌ها رو در بازارها بلند برداشتیم که واقعا این جای تأسف است و فکر میکنم که این موضوع به زودی راه حل خودش رو مییابد و البته که ما طرفدار آن هستیم. ما از جامعه تاجیکستان خواهش میکنیم که هرچی میتوانند به تمام شخصان بیماری، نه تنها بیماری سیل و تنها آنهایی که و همه آنهایی که مثلا نیاز دارند به کمک دستگیری دیگران، هرچی میتوانند کمک نمایند و نگذاریم که بیماری کرونا ویروس به کشور ما راه یابد و باعث خسارات زیاد شود. در اینجا من میخواهم که سخن را به استاد عزیز بسپارم. عجب آن است که در حقیقت خیلی که احسان جان گفتند، بیماری سیل نسبتاً دهشتناکتر است نظر به کرونا ویروس و لیکن اون اضطرابی که
کرونا ویروس جمع کرده است در اطراف مردم. همین چیز در سیل خوشبختانه نیست و حتی مردم به یاری همدیگر اندکی دست دراز میکردند و امروز همه این از بین رفته است. چنان که بزرگان ما گفتند کارها راست کند عاقلی کامل به سخن که به 100 لشکر جرار میسر نشود. احسان جان شما چیزی گفتنی بودید؟ وابسته به یعنی شماره و آمار فرقیت بین بیماری های کرونا ویروس و بیماری های سیل با توجه تماشابینان باید بگویم که عین حال بیماری کرونا ویروس در بین بیماری هایی که سبب مرگ انسان ها میگردد در زینه 15 هم قرار دارد. بیماری سیل در زینه اول، بعد از آن بیماری های گپاتیت و بیماری های یعنی ویروس نارسایی مسئولیت آدم و بیماری قند و فشار خون و دیگر بیماری های بیماری ورجه و دیگر بیماری های سیرایتی و اینچنین دلورک ها است و تنها در زینه 15 هم بیماری کرونا ویروس قرار دارد و همین خاطر از شما باز هم خواهش میکنیم به واهمه داده نشوید. تنها قاعده های عادی ترین یعنی بهداشت شخصی را رعایت کنید و باید بگویم که ما امیدوار هستم که این پاندمی خصلت موقتی دارد و خیلی امید میبندیم که در فرصت های نزدیک پایان مییابد. اما طور معلومه عزیز گفتن بیماری سیل تبابت دور دراز دارد و باید توجه همان رو به این بیماری کم نکنیم. برعکس از این حالتی که ما همه در حالت تشویش هستیم باید روحیه مثلا روحیه‌ای که از این بیماری داریم، از بیماری کرونا ویروس داریم، باید این برای ما درس باشد که روحیه شخصانی گرفتار بیماری سیل رو خوب درک کنیم. یعنی آنها هم در همون کناره‌نشینی یا ایزولیت قرار دارند، یعنی آنها هم خوف یعنی به دیگر کسان سرایت نکردن، به اهل خانواده سرایت نکردن را اثر میگذارونند. همیشه مثلا به خود مثلا یک نوع روحیه چی دارند، همیشه اونها هم کوشش میکنن که تا یک اندازه فاصله رو نگاه دارن، لااقل تا دوره‌ای که میکروب خروج کنیشون مثلا قطع میگردد اونها از دیگران فاصله میگیرن، نشینی میکنن تا منبع سرایت به دیگران نشوند. برای همین هم باید این روز زمان رسیده است که ما حالت اونها رو، حالت روانی و اجتماعی اونها رو که در یک دوره تبابت دور و دراز رو پس سر میکنن خوب درک کرده باشیم و باز هم امیدوار هستیم که تاجیکستان ما از این بیماری در کنار میماند. بهر پیشگیری نمودن بیماری های سرایتی و مخصوصا بیماری کرونا ویروس امروز از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و مرکز جمهوری تشکل طرز حیاتی سالم بیش از 870,000 موادهای اطلاعاتی چاپ و به اهالی دسترس گردیده است و میخواستم یک چند راههای پیشگیری نمودن بیماری های سرایتی مخصوصا بیماری کرونا ویروس را قید کنم. یعنی خودداری کردن از شخصی که دارای بیماری های راههای نفس و مخصوصا زکام هستند و نگاه داشتن مسافه معین نه کم از 1 متر و در جاهایی که سیرودم هستند استفاده نقاب های 1 کرته که تا 2 و 3 ساعت استفاده برده شود و نقاب ها را حتما در پرتاب هایی که با سرپوش پوشانیده شده است پرتافتن لازم است. یعنی که چخیلی که در پیش قید کردیم بهترین راهی پیشگیری نمودن بیماری های سرایتی این رعایت نمودن گیگین می باشد و چخیلی که در عرفیت گفتن علاج واقعه پیش از وقوع و بهر همین ما متخصصان مرکز جمهوری تشکل طرز حیاتی سالم در شهر و ناحیه ها مانیتورینگ ها یعنی چراهای فهمانده دهی در بین اهالی عین زمان برای پرزور کردن فهمیشناکی اهالی
оид ба пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ гузаронда истодаем. азизони дилу дида, фаромӯш накунем ки воҳима, ҳайронӣ ва тарс эҳсосоти табиӣ буда аксар вақт бинобар норасоии маълумот мушоҳида мешавад. бинобар ин азизон, тасмим гирем ки маълумотнокии худро расо кунем. кӯшишу талош барои аз худ кардани дониш ва маълумоти зарурӣ вазифаи ҳар як шахс аст. ривоҷи илм аз саъю талош аст. кӯшишу талош буд ки роберт кох соли 1882 барангезандаи ин бемории аз қадимулайём сирояткунанда чӯбча микроби силро кашф кард. кӯшишу талоши коршиносону олимон аст ки солҳои охир дар табобати бемории сил дар қатори дигар бемориҳо навовариҳои пайвастаи назаррасе дида мешавад. дар ҳоле ки донишмандон бо заҳматҳо кӯшишу талош мекунанд, биёед азизон аз худ пурсем ки ҳамчун як фарди ҷомеаи асри иттилоотӣ дар навбати худ барои дарки дурусти маълумот ва амалӣ кардани он бо риояи тавсияҳои додашуда то кадом дараҷа кӯшиш мекунем. имрӯз ихтиёр дар дасти мост. метавонем барои пешгирии бемории сил ва дигар бемориҳои сирояткунанда дар худ майли кофӣ ҳосил карда хоҳиши пешгириро дар худ бедор кунем, ё ин ки нисбати маълумоти дақиқ ва иҷрои тавсияҳои мутахассисонро барои нигаҳдории тандурустии ҷомеа сарфи назар карда хавфи гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятиро пеш орем. биёед дар умум барои саломатии худ, аъзои оила ва ҷомеа масъулиятро ба даст гирем. азизони ман, боз бармегардем ба гуфтаи одаму шуаро ки гуфтааст: бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. бо дуову умеди тансиҳативу осудаҳолии ҳар яки шумо то барномаи оянда. تا بازدید.